عزیزان دلم، رسول ما صلی الله علیه و سلم امتهای خودش را میفرماید اگر هر شخصی را که اگر میبینید بر عمل ناشایسته و منکرات گرفتار است، شما 3 کار را انجام بدهید. بیاین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را گوش فرا دهیم. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. عزیزانم، هر شخصی را که اگر میبینیم در عمل ناشایسته غیر اخلاقی گرفتار است، اول با دست خود نهی و منع نماییم. اگر نتوانستیم با لسان خود دعوت نماییم. باز هم نشد با قلب خود بد ببینیم تا یک جامعه صالح و مصلح داشته باشیم. الله و رسول الله از من و شما راضی شود.